خب دوستان، همینجوری که میبینین سراغ در حال پاک کردن آثار جرمه. هر کس که هر شکایت از جناب داره لطفاً تی کامنت ها شکایت خود ثبت کنه. به طریق لایک هم میتونه فهمیده شکایت جدی یک داره لایک هم بکنه که ما دسته مستقیم پیگیر شیم. در حال پاک کردن آثار جرمه. مگه من بیگناهم، هیچ گناهی نکردم. آیا کس دست جناب شکایت داره؟ شکایت ها خود داخل کامنت ها بنویسه. فعلا زندانیه. فعلا او دوستی زندانیه. در حال بازجوییم که بقیه سراغ لو بده کجایه. حتما راه خروج دنبال راه خروج میگردم. نه زندان یک بتونه خارج شده. وکیل لطفا کمک کنید. وکیل ماست نیه. یا امریکانیه که اینجا فندی سازمان ملل داد تو برسه. بچه تی کامنت ها همگی بگیم شکایت ها خود ثبت کنی که بعد قاضی دربارش حکم صادر کنه که اینا زندانی میشه، اعدام میشه، آزاد میشه، چیکار میشه. تی کامنت ها لطفا نظر خود حتما واسه ما بگیم. اگه شکایتی هم داریم حتما داخل کامنت ها ثبت کنی. 2 سارق مسلح دستگیر شده. فعلا تی آشپزخونه زندان کیف میکنه. با یک وقت نگیم فهمیدی امسانیت زیر پا گذاشتیم تا شما حکم صادر میکنه اونو زندان آب و غذا همه چی واسش فراهمه. تی کامنت ها بگیم.